بسم الله الرحمن الرحیم. روزی همتون بخیر باشه. با یکی از درس‌های دیگر در قسمت ویندوز خوش آمدین. قسمت کنترل پنل. دوستان، موردی که در کنترل پنل امروز قرار است روش صحبت کنیم قسمت پاور آپشن است. خب پاور اونم به اصطلاح برق و قدرت کامپیوتر است که چیزی که در سیستم برق کامپیوتری مسائل است و آپشن هم تنظیمات است. یعنی شما این پاور کامپیوترتون چی میکنین؟ تنظیمات را اینجا ست میکنین. اولین چیزی که در این داخل است به نام بالانس است. بالانس یعنی بالانس شده. ببینین همین انرژی که در کامپیوترتون میاد دوستان، یا به اصطلاح کامپیوتر شارژ میکنین یا ای که اگر دسکتاپ باشه اتومات وصل است، از برق مصرف میشنه. این را میتونین مدیریت تغییرات بیارین. قسمت چنج پلان ستینگ جایی است که شما تنظیمات پاور کامپیوترتان تغییر میدین. اولین بخشی که در این موقعیت هست، یک چیزی که ظاهر میشه، دو چیز است اول دوستان. یکی آن باتری هست و یکی پلاگد این است. اینی تنظیمات، حالا اینا روش صحبت میکنم. اینی تنظیمات مخصوص زمانی است که شما از بطری استفاده کنین، یعنی یک کامپیوترتان در چارج نباشه. و این تنظیمات این دو دانه مربوط وقتی است که شما از چی استفاده کنین؟ از شارژر یا پلاگ در کامپیوترتان وصل باشه. اینا در این موقعیت خوبی مربوط چی است که در حالت بطری استفاده میشه؟ turn off display. صفحه به شکل اتومات چی شوه؟ آف شوه. چطور آف میشه؟ بعد از یک دقیقه که اینا اگر قرار باشه را آف بسازیم شاید به ریکارد آسیب برسانم، اما در ختم ریکارد ما براتان عملا نشان میدم. آف دیسپلی که از وقتی را آف میکنین بعد از یک دقیقه بعد از یک کامپیوتر لمس نمیکنین، استفاده نمیکنین، اتومات خود چی میکنه؟ آف میکنه. این خاموش، این خاموش 100% شت داون وری نمیشه، فقط این نور صفحه گرفته میشه و در بک‌گراند هر چی است تا که یک کس بیه باز ماوس حرکت بده تا که براتون شوه و باز شوه. باز پلاگد این که از زمانی است که اینمی تنظیمات وقتی کار میده که شما از چی استفاده کنین؟ چارجر. این شکل put the computer to sleep. کامپیوتر به خواب ببر. سلیپ هم یک حالتی است که کامپیوتر به خواب میره و وقتی پس میین باز میکنن اصلا پسورد میخواد. اینا له حالت بطری چی باشه و حالت پلاگد این چی زمان باشه. و به حال عملا براتون کار میکنه. باز وقتی را تنظیمات آوردن امید در داخل یگان گپ باز مثلا کنترل پنل هم شما رو میبره به صفحه کنترل پنل یا اصلی. choose what the power button do. انتخاب بکنین که تگمه چی کنن. ببینین when I press the power button، زمانی که تگمه پاور را فشار دادم کامپیوتر چی شود؟ به خواب بره. در کدام حالت؟ در حالتی که از شارژ استفاده میکنید، در حالتی که برق است پلاگ. وقتی اینمی تگمه پاور که در روی که صفحه کامپیوترتون یک تگمه دارین در نام پاور نه، اگر اینمی تگمه روشن خاموش کردن فشار بدین کامپیوتر به چی میره؟ به سلیپ. شما میتونین مثلا دو نات نتینگ بگین، هیچ کاری نکنه، هر چی فشار بدین اصلا هیچ اتفاق رخ نمیده، سلیپ به خواب میبره. حال برای هم کامپیوتر هم نیمه خواب میسازه، نیمه خاموش. شات داون بخی کامپیوتر چی میکنه؟ خاموش میسازه. و تورن آف د دیسپلی صفحه را خاموش میکنه. اگر اینمی شات داون کلیک کنی، تگمه شات داون کلیک کنی از روی صفحه، امی تگمه پاور فشار بدی اتومات کامپیوتر چی میشه؟ خاموش میشه. خب اگر اینجا نوشته است when I press the sleep button، تگمه سلیپ اگر فشار دادم، در اکثر کیبوردها دوستا یک تگمه است به نام سلیپ. در اکثر کیبوردها یک تگمه است به نام سلیپ. اگر آن را فشار بدین کامپیوتر چی شود؟ شما تنظیم بکنین که چی شود، کامپیوتر به خواب بره یا نه. و باز نکته دیگه ای است که when I close the lid این یک کلمه میگن دوستا. اینمی صفحه در لپتاپتان مخصوصا صفحه چی است؟ اینمی مانیتورتان که باز بسته میکنه در لپتاپی را به نام لید میگن. خب اگر اینی را من بسته کنم اتومات چی کنم؟ در این کار کردن است که بسته کنم کامپیوتر چی شوه؟ کدام اتفاق رخ بده شما میتونید از چی بکنین؟ تنظیم بکنین. و همین رقم قسمت اینجا choose what closing the lid does. چی کنه لید؟ اینمی کاری که پیشتر براتون گفتم. choose انتخابش بکنین و به این شکل create a power plan، یک پلان خودتان میسازین. مثلا ببینید دوستان که شما حالت بالانس دارین که اتومات خود کامپیوتر چی میکنن؟ بالانس میکنن. می نور صفحه و مصرف برقتان به اصطلاح
مصرف چارج تانه بالانس میکنه. اما اگر پاور سیور را کلیک کنین حفظ میشه انرژی کمتر مصرف میشه. با چی؟ با کاهش دادن پرفورمنس کامپیوترتان. چطور؟ مثلا نور سفر کم میکنه. مثلا اگر برنامه که زیاد برق چارج مصرف میکنه تحت کنترلش میگیره. و های پرفورمنس بهترین عملکرد داره و این میتونه انرژی بیشتر چی کنه مصرف بکنه. favors performance but may use more energy. شاید انرژی بیشتر چی کنه مصرف بکنه. کدام یکی از این تیپا رو شما میخواین؟ من شخصا مثال پاور سیور را میخوایم. باز یک نام میتین برای پلانی که میسازین، مثلا پاور سیور. بعد نیکست میگین، باز تنظیماتش جور میکنی. ببینین تنظیماتش اینجا میتونین چی بکنین؟ تغییرات بیارین، کرییت بگین، براتون خلق میشه. آنها برای پاور سیور چی شد دوستا؟ ساخته شد. پس چینج پلان سیتینگ بگین، در این موقعیت اینجا وجود هست. و همین شکل choose when to turn off the display. چی زمانی دیسپلی چی شوه؟ آف شوه. اگر هم کلیک کنین اما موضوع پیشتر از کدام تفاوتی نداره. اینی مورد اینی است، turn off the display. چطور دیسپلی چی زمانی آف شوه. و بس اخیرمون change when the computer sleep. چی زمانی کامپیوتر به سلیپ بره. دقیقاً همون گپی چی است؟ بیشتر هست که چطور میتونیم و چی زمانی کامپیوتر به سلیپ ببریم. خب دوستان این بود پاور آپشن. چون به نسبت از اینکه اگر قرار می بود اینا رو عملی کار میکردم ریکارد متوقف میکرد، از خاطر من نتونستم که این عملی کار بکنم براتون. بعد از بسته کردن ریکارد عملی براتون نشان میدم و شما باز یک باری را حتما عملا انجام بدین و ببینین همین مفهومای گفتم براتون میرسن. این بود یک بخش ما. بخشی دیگه ما دوستا به نامی پروگرامز and features هست. جایی است که اولی بفهمین که شما یک پروگرام دارین در کامپیوتر. پروگرام ها مثلا آفیس خودش یک پروگرام است. مثلا یکم گیم هایی که نصب میکنه خودش یک پروگرام است. مثلا یک پلیری که نصب میکنه اینا پروگرام هستن. مثلا گوگل کرومتون براتون چی است؟ پروگرام هست. و یک فایل دارین دوستا. اینی فایل هایی است که در هر موقع صفحه تان است. یک آهنگ هست، یک تصویر هست. همین که دلیت کنی فایل ها دلیت میشن، از بین میرن. فایل ها رو بسیار راحت دلیت کردن میتونین، اما پروگرام ها رو دلیت کردن نمیتونین بچه به راحتی. مثلا اینی که این پلیر است، اگر از اینجا دلیتش کنم از مینوی استارت چطور دلیتش بکنم؟ درست؟ یا از هر موقع دیگه. پس شما نمیتونین برنامه رو به این راحتی از بین ببرین. چرا؟ چون در موقعیت های مختلف کمتر ریشه دواندن. اینا لحظه خاطر جایی که برنامه رو میتونه کاملا ریشه کنه یا ان انستال بکنه کجاست؟ پروگرامز اند فیچرز. هر برنامه که خواسته باشی و در کامپیوترت باشه اینجا هست. مثلا تلگرام روی دسکتاپ هست. ان انستال میگم کاملا چی میشه؟ از بین میره. انستال نصب میکنه، ان انستال از حالت نصب پس میکشیش. این میره که ان انستال گفتی دیگه اصلا اثری از تلگرام در روی کامپیوترت نمیمونه. یا مایکروسافت آفیس، همین آفیسی که استفاده میکنیم که شامل برنامه ورد و اکسل و اکسس هست. یا گوگل کروم اینجا هست. خلاصه میتونین از این شکل برنامه رو چی بکنین؟ ان انستال بکنین. و اما چنج آپدیت میکنه براتون. مثلا آفیس از 2016 سی دی آفیس 2020 در کامپیوتر مندازیم، میایم بگی چنج. برای چی میکنه؟ تبدیلش میکنه، به روز رسانی میکنه، آپدیت میکنه. آپدیت میتونین از این طریق چی بکنین دوستا؟ تغییرش بدین. یعنی ورژنش بالا ببرین، از 2016 ببرین با 2020 2021 و به شکل مدل های مختلفش. پس میتونین از این موقع کار انجام بدین. کفایت میکنه؟ بله؟ پیش میریم. مبحث دیگه من دوستا به نامی دیوایس اند پرینترز هست. کدام؟ بله هم قدر بود. فقط شما میتونستین یک برنامه را از حالت نصب بکشین.